سال 1992 وقتی که بریس یلسی و اسلام کریموف امام علی رحمانوف آوردن و بر تخت شناندند، من پیشگویی کرده بودم که عمر سیاسی رحمانوف همگی 6 ماه یا 7 ماه یا 5 ماه است و خلاص. ببینید یلسین مرد، کریموف عجی گشت، رحمانوف هنوز می رقصد و می سراید و می تازد و می بازد و می نازد و این یک ناحقی دیگر در آن است که امام علی رحمان اینقدر مردم تاجیکستان را به دام تزویر گرفته است که بیشتری مردم گمان میکنند که این گویا یک قهرمان ملی باشد. شخصی که در مرگ 150,000 نفر گناهگار است، آیا میتواند قهرمان باشد؟ ناحقی دیگر در آن است که 32 سال باز یک حتول، یک پاره‌خور، یک بیسواد، یک نادیده، یک ناورزیده پرزیدنت کشور است و من یک نفری که تمام عمر برای آزادی استقلال مبارزه می بردم گریزه هستم، گریزه سیاسی و اینم ناحقی است. درود بر شما هموطنان عزیز. اینجا برلین و من دولت جان عطاالله. یک مسئله هست، بوزک نمور که بهار می آید. همین مردم تاجیکستان هم به همین بازی بوزک جنگلپا گرفتار شدند. کمی صبر کنید جنگ تمام شود، کمی صبر کنید میوه صلح پزد، کمی صبر کنید راغون را سازیم، کمی صبر کنید عقل جناب عالی درآید، کمی صبر کنید مهاجران به وطن برگردند، کمی صبر کنید ما با طالبان زبان یابیم. خلاصه همین بازی بوزک جنگلپا 32 سال است که ادامه میکند و اینک سال 2025 سالی که بعد 2 ماه دیگه در میکوبد و ما خواهیم یا نخواهیم به کشور ما میگوید. در سال 2025 تاجیکستان میتواند به یک مرحله نو وارد شود. از روی معلومات هایی که امروز به دست ما میرسد، ماه نوامبر شاید انجمن حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان برگزار گردد که این حزب را کوتاه HDT می نامند. این HDT سال 1994 تشکیل شده بود و یک حزب جعلی بود. همون کمونیست های سابق، کمونیست های بی‌وجدان همیشان نامشان دیگه کردن و در یک روز از کمونیست به دموکرات بدل گشتند، از جمله خود امام علی رحمان. این حزب را من از روز اولی تأسیسش از سال 1994 چنین نامیدند: حزب خائنان و دزدان تاجیکستان. در این انجمن البته رئیس همین حزب خائنان و دزدان تاجیکستان امام علی رحمان سخنرانی میکند، باز همون افسانه‌های کهنه نقل میکند که ما این کردیم و اون کردیم و فلان حاجت خانه ساختیم و فلان تا مکتب ساختیم و فلان گذرگاه ساختیم و فلان باغ کردیم و درخشنانی و غیره و هاکذا. مسئله مهم در این انجمن پیشبری کردن وکیلان به پارلمان است. در همین انجمن حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان، حزب خائنان و دزدان نامزدها را به دپوتاتی پیشنهاد میکنند و البته انتخابات در تاجیکستان همین ما خوب میدانیم، هر کسی که کور نیست کار نیست میداند که انتخابات در تاجیکستان یک مضحکه است، ولی برای به همین یک جامعه دموکراسی پوشاندن، کاستوم دموکراسی پوشاندن گویا در تاجیکستان انتخابات میگذرانند و 63 نفر هر کسی را که حکومت رحمان خواهد دپوتات می شود. اینها اصلا وکیل نیستند، دپوتات نیستند. اینها آدمان بی‌شرفی هستند که در همون پارلمان یا خواب می روند یا دست بالا میکنند یا پا بالا میکنند و یا هر چیز دیگر. بالله العظیم اگر رحمان گوید که به همین 63 نفر ایزار از را کش، اینها در نبرد می ایستند و خود را پیشنهاد میکنند که جناب عالی اینی من سفیدتر، اینی من گردتر، اینی من خوبتر. این است دپوتاتی تاجیک، این است وکیل تاجیک، این است خائنای تاجیک، اینها هم دزدان تاجیکستان.
اینتریگ سیاسی سال 2025 در چیست؟ از روی مشورت‌های پیشکی که ما با آن دسترسی پیدا کردیم، شاید ماهای تخمینا مارس یا اپریل بعد گذراندن انتخابات پارلمان، امام علی رحمانوف با یک اظهارات به مردم مراجعت میکند و در اون اظهارات از آن میگوید که وی با سببی من نمیدانم بیماری یا با سبب دیگر از وظیفه پرزیدنتی استعفا میدهد و به طریق اتوماتیک موافق قانونهای تاجیکستان حکومت به دست رستم امامعلی میگذارد و بعد این اظهارات امامعلی رحمان در تاجیکستان مهلت انتخابات معین کرده می شود و البته نامزد اساسی در انتخابات شهردار دوشنبه رستم امامعلی است و البته چند خواسته دیگر را هم برای وانمود کردن انتخابات دموکراتی و حاضر زمان و البته چند خواسته دیگر هم همچون نامزدها در این انتخابات اشتراک میکنند. وظیفه اینها فقط به انتخابات دادن یک نمودی گویا دموکراتی و نمودی انتخابات آزاد است و بس. جای رحمانوف بعد پرزیدنت شدن رستم امامعلی چون خواهد بود و در کجا خواهد بود؟ رحمانوف یا مثل ترکمنستان، مثل ترکمنباشی رئیس مجلس میماند و جای رستم و در همین وظیفه کار میکند تا دمی که زنده هست. آنچنانی که در ترکمنستان شد، سردار پرزیدنت شد و پدری سردار بردمحمدوف رئیس مجلس ملی ترکمنستان باقی ماند. اما امامعلی رحمان افندی نیست. امامعلی رحمان اون ترکمن باشی هم نیست، تاجیک باشی ما زیرکتر است. هنوز سال 2016 در تاجیکستان، نامش را میخوانم، قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قبول شد و این قانون برای رحمانوف بسیار امکانیت های میدهد که همیشه از همه بالا در سر تخت بماند تا زنده هست. از جمله موافق این قانون دستگیر کردن، به محکمه کشیدن، زندان کردن امامعلی رحمان ممنوع است. یک. دوم، در اساس این قانون باید که در تاجیکستان آثارخانه ها، کتابخانه ها، دانشگاه ها به نام رحمانوف گشاده شوند. در اساس این قانون از همه عجایبش در این قانون آمده است که بعد مرگ امامعلی رحمان در دنقره و در دوشنبه باید که هیکل های او گذاشته شوند. این ورسیه ها و گزینه هایی که ما گفتیم هر لحظه میتونن تغییر یابند. برای آنکه همه اینها کی امامعلی رحمانوف میرود و کی رستم امامعلی میآید فقط از یک کس وابسته است که نام او را ناگفته هم شما میدونید، امامعلی رحمان. اما واکنش مردم به این همه چه خیر بود؟ آیا زمستان زمهریر سیاسی تاجیکستان با آمدن پرزیدنت نو تغییر می‌یابد و در تاجیکستان بهار می‌آید، بهار آزادی، بهار رفرم ها، بهار دیگرگونی ها، یا ما باز در همون کولی گندیده کهنه شنا خواهیم کرد؟ البته این همه را وقت نشان خواهد داد. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه. اگر یگان کلمش خطا بیاید حضور، ما همراه میخوانیم. من فنگرام ندارم. جای فراموش کرده باشم، استاش کی؟
قریب یک سال شده؟ قریب یک سال شد که ما ندیدیم با هم از دور. سر کردیم. یک جای می سراییم. در صحنه باز یک جایزه داری آزمون سرودی سال امام علی شریفویچ رحمانov. مکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکردی مکی در حسرتی روی تو بدم با منی زار نگاه نکردی مکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکردی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکردی برای مهر و وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم برای مهر و وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم بدیلم یار ندارم یاری غمخوار ندارم بدیلم یار ندارم یاری غمخوار ندارم شکنم دلی حیران ببین و منایش شود دلی گریان ببین شکنم دلی حیران ببین و منایش شود دلی گریان ببین بی قرار غم جان سوزی نگار دیگه طاقتی ندارم مرا کرده بی قرار غم جان سوزی نگار دیگه طاقتی ندارم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم شکنم دلی حیرانم ببین و منایش شود دلی گریانم ببین شکنم دلی حیرانم ببین و منایش شود دلی گریانم ببین مکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکردی مکی در حسرتی روی تو بدم و
و منی زار نگاهی نکردی مکی در گوشه باقی تو بودم مرا دیدی و صدای نکردی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم رفای نکردی برو